توانست پناهگاه و مخفیگاه صالحین باشد و هر کس که در انجام مقاصد آنان میتوانست وقفه‌ای ایجاد کند محکوم به مرگ بود. آنان عامل یکی از عجیبترین سرقت‌های سال بودند. چون در یک فیلم بزرگ و استثنایی از عباس شبانیز، سازنده و کارگردان موفق‌ترین فیلم‌های سال اخیر، شرح و ماجرای این سرقت با عنوان دزد سوم به نمایش گذارده می‌شود. اگه تکون بخوری مغزت متوشی میکنم خوک کسی. مغز متفکر و طرحواه این سرقت بزرگ چنین مردی است، چون روباه، حیله‌گر، دقیق، یک قمارباز حرفه‌ای با هدف بیمانه، مسلح به یک روزنگر کالیبر 8، مدت 5 سال صرف تهیه و اجرای نقشه خود کرد. میترا ما موفق شدیم. برای اجرای چنین طرحی وجود یک زن زیبا عاملی مهم محسوب میشد. انتخاب درست انجام شد و زیبایی سکس چون یک سلاح به خدمت درآمد. تو رو خدا نه جلو. خواهش میکنم نه جلو. چشماتو ببند. گفتم چشماتو ببند. چشم میبندم. چشمان چیزبینی بر این نقشه نظارت می‌کرد. از وجود او هیچ کس مطلع نبود جز طراح ماجرا که دورادور از وجودش خبر داشت، ولی انتظار می‌کشید تا خود او قدم به پیش گذارد. ما بنده بهبا و چهچه خداوندگاریم. به ماشین خوشگل شما میگیم به چه ماشین، چه ساختمون، به چه دیگر مامان. واسه این کار حقوقم میگیری؟ مردی خشن، سریع، قوی و بزمجو که یک بار تمام زندگی خویش را از دست داده بود و این بار به این فرصت مغتنم چنگ زد و دزد سوم لقب گرفت. کعبه آمال آنان یعنی میلیون‌ها تومان پول نقد در این صندوق جای داشت و نگهدارنده آن مردی با شخصیتی متفاوت که پول معشوقی بود و زن دستاویزی برای کسب آن. میدونی آبجی خیلی سخت دویدن و به تی خط نرسیدن. پس تو واسه پول میدویی؟ کی نمیدوه؟ اکنون لحظه آغاز یک ماجرای بزرگ است و در پشت این در بسته خوشبختی در انتظار. ساعت 1 بعد از نیمه شب. مکان انتخابی یکی از بزرگترین قمارخانه‌های مخفی. همه چیز آماده و مهیا. گروهی سرگرم قمار، گروهی سرگرم رقص و پایکوبی. نمایشیست از یک ماجرا، از یک تحفر و از یک سرقت بزرگ که تاکنون نظیرش بر پرده سینما نیامده. چی گفتی پس فطرت؟ حالا دست هم دیگه رو بگیریم، اینطوری قشنگتر میمیریم. دزد سوم، یک ایفای نقش جدید از سعید راد، هنرمند پرخواستار سینما. فریبا خاتمی، ستاره زیبا و هنرمند در یک درخشش نو، به همراه بهرام وطن پرست و آرمان. بکش دیگه. دزد سوم پرهیجان، دزد سوم نامی بر این اثر بدیع و بزرگ سینمایی با لحظاتی نفسگیر و انتهایی غیر قابل تصور. دزد سوم، کارگردان عباس شبانی، هدیه جدید سینما تئاتر رقص. دزد سوم.